راه خدا میبخشند مثل این است که دانه گندم در زمین شیناندن اون می سبزه و هفت یعنی شاخه میگیره، هفت خوشه میگیره، هر یک خوشش 100 دانه گندم میاره. یک دانه یعنی گندم شما یک دیرم یک سومه که شما در راه خدا میدیه رب العالمین تا برای شما در همین دنیا برکتش 100 یعنی که 700 برابر میاد. این از فضل رب العالمین. برای بعضی انسان ها باز اینم زیادتر میاد. یعنی که سخاوتمندی صدقه کردن سبب نقصان کم شدن مال نمیشه. پیغمبر بزرگان میگه ما نقصت مال من صدقتی، میگه مال از روی سخاوتمندی صدقه کردن کم نمیشه، بلکه خداوند از فضلش مالی و شخصیت زیاد میگردن. نمیشه آوازش نمیگیره کدام نمیتونه یا دستش یا پشت کشیدگیه. اینا کاغذهای بچه اینا از هر شک رنگی کدگه تماگرافیا کدگه الان مسکوبه ده لچینی کدن در کور گلاونوی موزدوب میگن گلاونوی موزدوبش نمیتونه چه که سر شای میگن. اینا کاغذاش همش کاغذای همیه اینا شای همش همی کاغذاشه خونده نمیتونم من برای موقع کدامی که خونده میتونه کدامی که یورگم کدام میتونه التماس میکنم آمدم کاغذاش دیده اما دخترها که دیگه ارزانه که هم بچه واسه کسی که نمیدونه 10% یا دکتر من از 330 نفره از 330 نفر 33 نفرش دکتر 10% همه وقت از 100,000 پلاس مدر 10,000 دکتران زنان مدران اندام دارن یعنی برای همین همه وقت احتیام نخواهش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کسی که همیجا هستن برادران عزیز و خواران عزیز خوش آمدین به افیر ما. انشالله که می نویسیم ما دورم که یکان کلمه بنویسه که بخوانیم. یا الله ما لکه جواب داریم در کمشوی اقتصادیات جهانی برگشته نمیتوانیم آنها پیش از پاندمی چگونه بودند و این تنزل تبدیل می‌شود زیادتر با زیادتر و از طرف ضعیفی ترتیبات کپیتالیستی کدام وقت برخ می‌برد برآمده از ترتیبات پویزی که به اسرار سخت اساس ندارد. این جود خیال است، دوره به دوره خود به خود ترکش میکند، از درون ترکش میکند.
مالکیت جلب داریم در کمشوی اقتصادیات جهانی. برگشته نمیتوانیم پیش از این پاندمی چگونه بودند. آنها پیش از این پاندمی چگونه بودند و تنزل می‌یابد زیادتر از طرف ضعیفی در ترتیبات کپیتالیستی کدام وقت برق می‌بارد برآمده از ترتیبات فویزی که به اسرار سخت اساس ندارد. این جادوی خیال است. دوره به دوره خود به خود ترکش می‌کند. از درون ترکش خارج می‌شود و ما نظارت می‌کنیم پیدایشی او را. و ضعف و ریبا خاتمه می‌دهد. پس از شرک یگان گناه بزرگترین حسابیدن ممکن است در اسلام گناه دیگر نیست. در کجا گفته می شود که اگر شما با آنها همراه شوید رسول او با شما اعلان میکند جنگیدن را با الله و رسول او. همین طور واقعیت با پای فیض‌های اساس یافته چی تعلق دارد به همه ما را در حالت جنگ میگذارد با الله و رسولش. این یک آزمایش است. همچنین دعا میکنم برای الله سبحانه و تعالی اجازه دهد به ما برآمده از همین پاندمی، برآمده از تنزل اقتصادیات در پیش افتاده و دعا میکنم به الله سبحانه و تعالی برآمده از معمای قواهای نجات پرست در زمین مانند این که ما با نور الله سبحانه و تعالی میبریم مانند ایماندار قوی پیام ما را مستحکم کند. неизвестно стоимости, поэтому мы благодарим Аллаха Азза ва Джалл для этой возможности с открытым мечети, и мы молимся, чтобы продолжить. Масджид будет открываться и продолжить, пока мечеть не станет полностью позорочным обществом. С этим сообщением говорит в доме Аллаха достигнет человечество все мира, иншаллах. ягон кас ҳастаям иҷода? Chi basita like буду тащить.
Стоимости. نزاز چی بود؟ نزاویسمو. نزاویسمو. Стоимости. Of the cost. And so we سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کسی باشه برادران و خواهران، خوش اومدین به افیر ما. Благодарим.
ассалому алайкум рахматуллохи ва баракатуху. دوستان حکای موسی خوش آمدین برادر سلامتیتون سوزه انشالله. نه یک سوال های چورم لایک رحمتی کلان در اینجا گپ دمیه که برای همین ما با الله عزوجل سپاسگزار هستیم میشه یکی سپاسگزار میشویم. سلامت باشی برادر. همین سوالی مدد شکنین و برای همین ما با الله عزوجل سپاسگزاریم یا که سپاسگزار میشویم. در اینجا معناش با زبان انگلیسی میگوید که и поэтому мы благодарим Аллаха Аззаваджал. Ба переводи ман мегӯяд ки мо аз Аллоҳи Аззаваджал сипосгузорем. Салому алейкум апай соима, хуш омадин ба эфири мо. иншоалло ки ба фикрам якум борае ки мо эфир дорем қатъи шумо. айтак мо эфир доштем аввал. сипосгузорем. анакози шумо гӯш кунед, ма оз ҳами переводҳои худам мехонам. мо аллакай ҷалб дорем дар камшавии иқтисодиёти ҷаҳонӣ баргашта наметавонем. онҳо пеш аз пандемия чӣ гуна буданд ва ин таназзул табдил меёбад зиёдтар боз зиёдтар аз тарафи заифӣ дар тартиботи капиталистӣ кадом вақт барх меборад ва баромадан аз тартиботи фоизӣ ки ба асори сахт асос надорад. ин ҷоди ҳаёл аст. давра ва давра он худ ба худ таркиш мекунад, аз дарун таркиш хориҷ мешавад ва мо назорат мекунем пайдоиши ӯро ва завқа рибо хотима медиҳад. пас аз ширк яке гуноҳҳои бузургтарин ҳисоб бидан мумкин аст дар ислом. гуноҳи дигаре нест. дар гуҷо гуфта мешавад ки агар шумо ба онҳо ҳамроҳ шавед, ба шумо эълон мекунад ҷангиданро ба Аллоҳ ва расула ӯ. ба ҳамин тавр воқеияти пояи фоизҳо асос ёфтааст. чӣ тааллуқ дорад ба ҳамин бестен ядақа чӣ тааллуқ дорад ба ҳамаи моро дар ҳолати ҷанг мегузорад ба Аллоҳ ва расулаш. ин як озмоишт аст. ҳамчун дуо мекунам ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло иҷозат диҳад ба мо баромадан аз ҳамин пандемия, баромадан аз таназзули иқтисодиёти дар пеш истода ва дуо мекунам ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло баромадан аз муаммо қувваҳои ноҷотпараст дар замин ки мо мебарем ба нури Аллоҳи субҳанаҳу ва таоло монанди имондори қавӣ. паёми моро мустаҳкам кунед. мустақилона аз арзиши ва барои ҳамин ба Аллоҳ аззаваҷал сипосгузорем. туғри хондам авқел. сипосгузорем. خیلی خفا موندم در ефира стоп карда будам ки дар вақти хондани ман гапҳои худам ба худамат мушаҳид накунам. бигем ғамната. So we thank Allah Azza wa Jalla for this کسی هستیم اینجا؟ حکای موسی اینجا هستین که بنویسین اعلام تیوی. وقتی که الله تعالی از سری چی؟
از سر نام بنویسین خوندن نتونستم. For this opportunity with the opening با مسجدی کشوده of the masjids. And we pray и я молюсь, чтобы Аллах продолжил وقتی که الله تعالی با سری بنده یک مصیبتی آورد شکر میکنیم و سپاسگزاریم. یعنی که همین چیز را در همین پیروت بگم اپای سویما یکی در چیز اگر این کلمه را بگم پیروت من دیگه معنا میرود. وقتی که الله تعالی بسر این بنده یک مصیبتی آورد شکر میکنیم و سپاسگزاریم. بجاشید переводим من. وقتی که الله تعالی به سر بنده مصیبت آورد شکر میکنم و سپاسگزارم. انا اپای سویما در اینجا کم تر دیگه خیلی معنا میره و اگر که میگذاشتم دیگه مثلا پیروودش تغییر بتون میتونم، لیکن با این کلمه که شما نویستید کانال ما را چند کسو نظارت میکنه، مثلا زبان انگلیسی را میدونیسته که آدم هم هسته که کلمه همی نظارت میکنند و پیروود نگاه میکنند بعد یگان گپی میگنده بمبریم. هرچند ما اگر از شریعت بدونیم کم است، ولی برای که از شریعت الله سبحانه تعالی چند قی که به ما داده است همون قی میدونیم، از این زیادتر به ما را ممکن نیست دانستن. حسنش به الله سبحانه و تعالی هسته. for this opportunity. میدونید تصویق دید بر ما
مثلا شریعت را باید چند قید که ما میدونیم انشالله که شریعت این قانون الله هست. قانون الله را چند قید که ما بدونیم انشالله آدمی زود کمتر گناه می شود. مثلا گناه آدمی نیست که گناه نکند، لیکن از گناه هم باید تیزتر توبه کردن را یاد میگیرد. نه که من چیزی که شما خواستین من به شما را گفته نمیتونم، تصویق داده نمیتونم. همونقدر گفته میتونم که ما علم غیب را نمیدونیم. علم غیب را میشناسیم لیکن خودمان علم غیب نداریم. غیب از جانب الله هسته. غیر خواندم تصدیق دهید به ما. With the opening of the masjids. And we pray that Allah would continue that the masjid بله راست دو در همین هر
در هر انسان که مسلمان هست الله به راه راست هدایت کند. آمین آمین. انشالله انسان بی خطا نیست. انسان همه خطاکار است. از صبر و نماز یاری جوید و این 2 رکعت نماز بامداد بالاتر از قیمت و قیمتتر از آن چیزی که در دنیا است. محمد صلی الله علیه و سلم. و نماز را برپای دارید و زکات دهید و رکوع کنندگان رکوع کنید. We are already in fall. نچسبید. من خواهش میکنم همین رولیکاتون قرآن کریم را با زبان توجیک را بسیارتر نمایید. انشالله اپای سویما ما در رجای ما هسته. انشالله که همین روزه باید تا ساعت های 9 اگر خوابتان نبره ساعت های 9 ما قرآن کریم را با زبان توجیکی قسم جزء 5 را میپرتویم در یوتیوب میگذاریم. اپای سویما شما راضی هستین؟ We are already in حاضر هستم این پیرگودای خودم بود کنم. انشالله من از روچکم میکنم میگذارم در کانال خود و بعد از او قرآن کریم را با زبان توجیکی میمونم. چی با آدم جمع نمی شود؟
جمع نمیشد. حاضر اگر افیر موسیقی شود همه میبیاید. اپای سویمه ای افیر مو اسلامیه برای می هیچ کنمیه. این خیلی که یک مقال هسته که بگیرد اخلاق پشه جمع میشود همو گپای در جایی که چیزای حرام است همونجا آدم بشوره. would continue that the برای دنیای حاضرش همو موسیقی نه حاضر بسیارتر گجا ده کنکورس های همونجا ده بسیار آدم هسته. این دلیلان آدم خاراکتریستیک هم خیلی توجه که ما هم دنیای همی دنیا را چیز کرده گن انتخاب کرده گن که فقط همی دنیاشون فکر میکنن تمام. با زبان میگوید که ما او دنیا را فکر دارم و توبه دارم و دیگر مثلا بهانه میکنن نه که در دلشون هیچی نیسته. هم خیلی مسئله های در یک حدیث اگر در یاد داشته باشه بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نام صحابهش را نمیدونم کسی بود لیکن با بازار می رود که هم آدم در روز جمعه سودا دارن. بعد میگه که ای قوم میگه در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میراث رسول اکرم را دادستان میگه همه میدود سوی مسجد برای که این دنیا را فکر دارن همش بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد میره که در مسجد هیچی نیست همه 5-6 تا آدم نماز خونده ایستن. بعد میگه که همون صحابه را میگه تو ما را گفتی که میراث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دادستان بودن در کجا گفته ما ندیدیم گفته است. بعد گفته است که در مسجد همون صحابه با وای جواب داده است در مسجد آدمایی که نماز خوانده است همون را ندیدیم گفته است دیدم. قرآن را ندیدیم گفته است دیدم. کسانی که قرآن را تلاوت کرده است بود همه آدم را ندیدیم گفته است دیدم. گفته است که میراث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز، حدیث، سنت و قرائت های قرآن کریم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش همون میراث مونده است. این آدم‌ها بعد توبه میکنن و بعد همش نماز میخوند. نیکی قوم ما را توبه کردنش ندیدیستم. هم ما مثلا کانال های اسلامی و همچون خوری های و دامله های هم دعوت کردیستن که کنکورسشون حرامه لیکن بو با ما را جواب میدید که کار چیه انا تای بخیلی با ما را گفتیستی ترا دیلت سیاهایی که همون پیشروی نمیمونی میگن نیکی ما دیلمون سیاه نیسته. ما برای یک قاعده هست که انما المؤمنون اخوتون میگه مسلمان برادر مسلمان هسته. باید هر یک شخص مسلمان مؤمن مسلمان باید برادر خودش را برای راست دعوت کند. از راه کج باید باز دارد که این ایمانداری قوی است. لیکن ما نمیخواهیم که برادر ما در آتش دوزخ بسوزد گرچه باشد هم گناهاش را کم کردن ایده همین در جاش چیش کنیم انشالله که در توبه کنه خدای تعالی گناهی وی را یکی شاید ببخشد. لیکن با جای رحمت گفتنشون با ما را گپای دشنام میدید.
until the master ما را امی کانال های اسلامی را کنکورس کنه هر خیل لقب میمونه، مثلا ملا فلانی، ملا تری، یکی یگان کمتر خطای گپ زده تمام کلیچکای شما وجه تیار میشه. به زبان روسی کلیچکا میگن، لقب وجه ویو میگذارن، یا که میگذارن ملای یوتیوب، یا که ملای اینترنت، ملای فلانی، هرچی ملا را بسیار تنقید میکنن. ویو is completely transparent with society. اگر یگان گپی گفته مثلا میگیم که کنکورس حرامه، برای چی کنکورس کردستی، در یک حدیث پیامبر از جد کده گرفتگیان برای فایده خودشان، میگه که ایزای مومن حرامه. اگه مومن ما هستیم برای ایزا دادن ما، برای دعوت کردگی ما ایزا بده. که برای پروسه دعوت کردن حرام بوده و کاری خودشان قانون نیستن. And that the message spoken about in the house ما خودمان پشت به پشت ایشان ملا گذشتگیم. انشالله میفهمیم کدام راهی راست، کدامش راهی کج. انشالله ما پشت خودم را نمیدانم. میگن که هر خیل گذشتگی انو، لیکن هم قشا گفتم میتونم که من رای یمی کجی که برادران خودمان میگذارن، من از او راه دورم هستم. Интроман. Ассаллому алейкум рахматуллохи баракатуху. Или здравствуйте, добро пожаловать в нашем эфире. of Allah would read ما پشتی سعید زاده هستیم. خداوند شما را مثل امروز سعید زاده کنند. چیه؟ آمین آمین. یک شعر حاجی میرزا خوندگی هست که مثلا ای بی ادب بیا خود را ادب کن. از شیخ زاده و سعید زاده خود را همون شعر را من فراموش کردم. همون شعر اگر بدونه من از پشت اولادم چی نمیکنم، خودم باید رنگ مثل همونا شوم. میگم اگه شما را در نظر ندارم، لیکن همون شعر گفته که سعید زاده هستم، همین در یادم زد گپای حاجی میرزا. این درامان کی باشه در اینجا پروس نقطه من تمام.
2 سال شد پسری من در دست راستش در رگ‌های دستش الله برآمد. ما هیچ کده نشان ندادیم. خیلی بهترین ایکم ماشاءالله تبریک میکنم. شاید مهربانی الله هست یا که این همو برآمدن نام الله هم با خودش یگان چیزی داره، وصیت یگان چی میگویم فراموش کردم کرد. یک نشانه خود رو داند. یعنی که من دایو دارم در 9 سالگیم یک دخترای امی صنف 11 همون صنف سومالک میکردن. سومالک وقتی سومالک میکنن در بالای سومالک الله اکبر نویسته بود. بعد در پایان بسم الله الرحمن الرحیم گفته همو نویسهای عربی برو ماده بودن. لیکن من اما از صنف نهم من وای دخترها را هرکترشون میدونستم که وای دخترهای تازه نیستن، لیکن آدما گفتن شاید یگان نشانه قطعی برآمده باشه، یا که از مهربانی یا که خداوند امر خودش نشان داده است که من به چیز کارها قادر هستم. شاید وایها الله را فراموش کرده باشند. برای همین در بالای سومالک بقشلاق به قوم ما همین بالای سومالک ده نام الله اکبر و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن نوشته موندگی بود. بعد از همین چیز من همین چیزایی که معجزه الله را مثلا بسیار تماشا کردن را ذوق داشتم. من دیگه ویدیو برآمد در پمیدور و در گاو و در درخت و در دیگه چیزو هم خیلی ویدیوی بسیار شد. یک سبب دارد. اینا در یاد داشته باشید، اگر دیده باشید در کانال آرام تیوی در سر رگ پسرش الله نویسته بود، لیکن این شخص حاضر کنکورس داره. باید همین از با خودش گفت که من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم، لیکن هیچ چیز نگفت، برای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسالت وی را نگفت که چه خیلی بود. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفت با وی این گپ را نگفته، نام در یوتیوب موندگی بود. حاضر خودش کنکورس دارد، دیم کنکورس گذراندستان، آدم ها بلیت خریدستان. با هر یک گپوی مبانی چنده انشالله میگه، ماشاءالله میگه و الحمدلله میگه. برای کار فایده خودشان چی میکنن؟ همو گپوی اسلامی را استفاده میبره. در خوابش نماز خواندن وقتی بلندیش میگذارند میگویند رسول اکرم رسول خداست گجام باشد. میگوید نیدا آمد گفت حاضر در پیشت بود، نماز خواند. رفت نگاه کردیم هیچ کس نیست، فقط همش در خواب بود. انای فقط قطعی بگیم میشود برای که نیدا باشد. انوایی که آرام گفتگی رنگ افسانه توفتگ به مرا من باور نکردم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری مسلم میآید که کسی مرا میبیند در حقیقت میبیند، یعنی که مرا با قیافه من شیطان در آمده نمیتواند. برای همین شیطان حتی آواز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را کرده نمیتواند، حتی از نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمده نمیتواند.
کاری حرام است به فکر من. کنکورس رنگی مثل لاتاری است. لاتاری که در دولت‌های خودمان هست که لاتاری 100 روبل ده انا لاتو میخرند هوی میکنه. اگر برد باشه یگان چیز را میبرد میرود، اگر نباشه پس همه آدم ناامید میشود میرود یا که دویم باره بلیت میخرد. رنگی همه قریب هزارها آدم فریب میکنه، ناامید میکنه و یک کس را ماشین میدهد. این کلان حرام است. همو حاجی میرزا گفتگی که مثلا انا شما میگه افسوس که شما عقیده رزق از جانب الله هست، شما همین عقیده را ندارید. میگه کو و ها مقیله در سوره اسراء 26 اگر خطا نکنم 26 آیت میاد که اسرافکاران دوستان شیطان هستند، یعنی برادران شیطان هستند. شیطان به نسبت به پروردگارش ناشکر است. یعنی هر یک بلیت خرایی که بلیت میخرند و یا سومی 500 روبل قدرشان نمیدانند و یا مثل همه یعنی برادران شیطان هستند و خود همو بلیت کنکورس میگذارندگی و یا این پیروان شیطان هستند. خیلی که شیطان با ویا امر میکنند همو کارا میکنند. در قرآن و سنت از شریعت یگان کار را اجرا نمیکند، همو را پیرو شیطان میگذارند. بله دو درجانی من هم کخری قرآن هست بسیار مصلحت و نصیحت میکند در راه شیطان نروید. در خون انسان درآمده است میگوید. بله شیطان مثل خیلی که اینمی الکتر برق هسته که برقایی که در تنه سیم و در همه چیز میروه میوه. شیطان در خون آدم همو خیلی برفته میوه. گجای خواهد با گجای آدم خواهد هموشون میرود. غیر از
از دل آدم. همین دل ما رنگ خانه است ایده. مثلا یک مثال عادی بگیریم، یک خانه ای که با خشمت بگیم همون جدا که ما ایمان داریم در خانه، همون در خانه ای که اینا بگیم در دنیایی مثلا اویلادار که هستیم یا که یک فرزند یا که اویلای ما هسته، ما مقصد که نمیگذاریم که دشمن درون خانه ما درآید. ایمان ما همین در دل است. ما باید نگذاریم که شیطان دل ما بگذاره درآید و ایمان ما را ضعیف کند. انا این زبان یراق شیطان است. یکم میاد به معنی سر آدم، هر خیل فکر را میگذارد و معنی سر امر میدهد به زبان هر خیل که گپ زد دل کشاده میشود. برای همین شیطان در را میدارد و ایمان ما را ضعیف میکند، یعنی معیوب میکند بگیریم. We are already involved in ما علاقه جلب داریم در کمشوی اقتصادیات جهانی. بغرض شما هیچ کس نیست به فکرم 6 تا لایک ای لیکن هیچ کس نمی آید اپا. We are already involved in an economic recession. با شما گفتگو بهترین است. وقتی که بیگاه شد اگر افیرتون کمتر بر وقت میشد شوهرم مزش نیست. دعا میکنید برادر؟ انشالله باز اشتراک میکنم. الله سبحانه و تعالی به شوهر شما به خود شما سلامتی مستحکم دهد و چیزی که آرزوی بهترین را دارین، آرزوی نیک را دارین، الله سبحانه و تعالی به آرزوی نیکتان برساند. و همچنین دعا میکنم به الله سبحانه و تعالی شما را از اهل جنت الفردوس گرداند و شوهر شما را همچون با همراه شما بر داخل جنت گذارد. و همچنین دعا میکنم که فرزندان شما بهترین از قره هایی که در دنیا هستند از او بهتر شود. و همچنین دعا میکنم الله سبحانه و تعالی 7 پشت شما را از اهل جنتی بگرداند. آمین. الله اکبر. و انشالله این دعاها را در بالای جای نماز هر دعا میکنم که همین برادرای ما که در راه حرام هسته باز بگردد، لیکن این کارهای خیلی حرام است. خوش آمدین به افیر ما اپای سویمه. انشالله که ما کارهای فقط در راه الله سبحانه و تعالی میکنیم و امیدوار هستم که در همین راه الله سبحانه و تعالی برای برگشتن به شیطان نماند ما را. We are already involved in an economic recession.
Omin. Rahmat barodar islomga xudoban az shuma rozi bashad. We are already involved in an economic recession.